این هفته خبر تو خبر داره براتون. از امضاء سند ترکمنچین و ایران فروشی آخوندا که هدفی جز گران فروشی در برجام نداشت. توافق کردن این سند رو باید یک برنامه سیاسی راهبردی و همچنین اقتصادی و فرهنگی دونست که سویه‌های همه‌جانبه روابط رو در افق بلند مدت دنبال میکنه. آخوندا تلاش کردن تا با امضای این سند بگن برای پریدن از چاله تحریم ها راه حلی پیدا کردن، اما خبر ندارن که این راه حل چنین آخر و عاقبتی داره.